اینو یادتون باشه که توی نور بستن حتما باید سیفتی رو رعایت کنید. اگه سیفتی رو رعایت نکنید همیشه استرس تو جونتونه و اینکه تجهیزات اگر برای خودتون هم باشه خسارت میخوره، اگر برای کسی دیگه ای هم باشه باز خسارت میخوره، هیچ فرقی نداره. در هر صورت امنیت تجهیزاتتون رو تامین کنید. الان بهتون نشون میدم باید چیکار کنید. توی یه سری از مواقع از گیره، از بست و خیلی چیزای دیگه میتونید استفاده کنید. نوراتون رو بستین، کیسه شم با خودتون نیاوردین و مدیریت بهت گیر میده. دو تا سوپروایزر نورتو ثابت میکنه. یادتون نره همیشه سیفتی واسه نوراتون بذارید. حالا یه مدل دیگه هم بهتون نشون بدم. این ما کیسشن نداریم، مجبور شدیم از کابل کله گاوی ها استفاده کنیم. این ورم چون گیره نداریم دوباره با بستیمشون. یه محافظ هم گذاشتیم، صندلی هم آوردم مثلا.